نابغه کسیه که میدونه با شدت بخشیدن به افکارش میتونه آزادانه با منابع دانشی که به شیوه‌های معمول تفکر کردن در دسترس نیستن ارتباط برقرار کنه. ناپلئون هیل. این سخن ناپلئون هیل رو خیلی دوست دارم. طبق تحقیقات سیلوا با رفتن به سطح آلفای ذهنی و نفوذ به ذهنمون به منابع شهود، خلاقیت و ایده دسترسی پیدا می‌کنیم. داستان‌های تاریخی از زنان و مردانی حکایت داره که با توانایی‌های ذهنی این سطح به ایده‌های جدید، نبوغ و خلاقیت رسیدن. شهود و ادراک فراحسی. الیاس هائو مخترع چرخ خیاطی بود. در افسانه‌ها اومده که وقتی در مورد اختراع سوزن چرخ خیاطی فکر می‌کرد، خواب عجیبی دید. تو خواب خودشو تو محاصره آدمخوارا دید. اونو در گلدونی غول‌پیکر گذاشته بودن و نیزه هاشونو به گلدون میزدن. اون متوجه چیز عجیبی شد. نوک هر نیزه یک سوراخ وجود داشت. این رویا بینشی بهش داد. باید سوزن چرخ خیاطی رو طوری طراحی کنه تا سوراخی که نخ ازش عبور میکنه نه در بالای سوزن بلکه در انتهای پایینی سوزن باشه، درست مثل چرخ خیاطی‌های مدرن امروزی. الیاس تنها کسی نیست که داستان‌های زیادی در موردش نقل شده. چنین ایده‌هایی به واسطه شهود به خواننده‌ها و هنرمندان بسیاری الهام شده. رابی ویلیامز خواننده مشهور در مصاحبه‌ای گفت در حالتی احساس می‌کرده با جوهره روح جان لنون ارتباط برقرار می‌کنه و در اون حالت آهنگ مورد علاقه‌اش یعنی مرد بهتر بهش الهام شده. مدت‌ها قبل شهود به نوعی تابو بود، اما امروز شهود راهی برای تقویت خلاقیت و الهام گرفتن در شرکت‌های سراسر جهانه. هرچند از نحوه کارکرد شهود اطلاعی نداریم اما می‌دونیم که کار می‌کنه. وقتی در مورد شهود یا ادراک فراحسی صحبت می‌کنیم، منظورم افرادی نیستن که کنار جاده از توریستا پول میگیرن تا از آیندهشون بگن. این افراد کلاه بردارن. در واقع منظور ما توانایی طبیعی انسان برای به دست آوردن دانش، ایده ها و بینشیه که از منبعی فراتر از کالبد فیزیکی و دانشی که در مغزمون داریم به دست میاد. در یک نظرسنجی از دانشمندان مشخص شد که 16% ادراک فراحسی و واقعیتی ثابت و 45% اونو یک چیز امکان پذیر میدونستن. ادراک فراحسی در مشاغل به یک سرمایه تبدیل شده. پروفسور جان میهالاسکی از کالج مهندسی نیویورک یک مطالعه پیشگامانه در مورد تاثیر ادراک فراحسی و شهود بر عملکرد مدیرعاملان انجام داد. اون با مطالعه روی گروهی از مدیرعاملان دریافت که مدیرعاملانی که بالاترین میزان شهود دارن، بالاترین میزان همبستگی با رشد و موفقیت شرکتشون رو دارن. اون این نتیجه رو در کتاب Executive ESP منتشر کرد که قابل توجه بود. ما هم در انجمن متد سیلوا داستان‌های باور نکردنی از دانش آموختگانی داریم که با شهود به موفقیت‌های شگفت‌انگیزی دست پیدا کردن. شرط می‌بندم اسم کتاب معروف جاناتان مرغ دریایی رو شنیدید. در واقع محور این کتاب در خصوص رشد فردیه. داستان یه مرغ دریایی رو روایت میکنه که در تلاش برای یادگیری پرواز کردنه. این کتاب به قدری سر و صدا کرد که روی جلد مجله تایم رفت. اما نکته جالب اینجاست. نویسنده کتاب ریچارد باخ در مصاحبه‌ای با مجله هارپرز بازار گفت که روی فصل آخر کتاب گیر کرده بوده و نمیدونسته چطور باید تمومش کنه. وقتی ریچارد در یکی از سمینارهای متد سیلوا شرکت کرده بود، بینشی برای تموم کردن اون فصل پیدا کرد. چون تونست به سطح ذهنی آلفا و مرکزیتش بره و جریانی از ایده ها به ذهنش سرازیر شد و کتاب جاناتان مرغ دریایی رو تموم کرد. به نحوی که به یکی از بهترین کتاب‌های قرن تبدیل شد و روی جلد مجله تایم رفت. حالا نحوه عملکرد ادراک فراحسی در حقیقت در این مورد اطلاعی نداریم، اما برای درک واقعیت هر چیزی نیازی به دونستن نحوه عملکردش نیست. درست مثل خورشید که بیش از هزاران ساله که ازش برای جهتیابی گرم شدن و نورش استفاده می‌کنیم، اما انسان‌ها نمی‌دونستن خورشید چیه. مصری‌ها خورشید یکی از خدایان می‌دونستند که بر فراز آسمان در حرکته. تمدن‌های دیگه خورشید و آتشی بسیار بزرگ می‌دونستند. تنها در 100 سال گذشته بود که فهمیدیم خورشید توده‌ای بزرگ از اتم‌های هلیوم و هیدروژنه که از طریق یه سری واکنش‌ها گرما و نور آزاد می‌کنن. ما تنها 100 ساله که با نحوه عملکرد خورشید آشنا شدیم، اما از زمان طلوع تمدن بشریت از خورشید استفاده می‌کردیم. پس با همین استدلال می‌تونیم حقیقی بودن شهود رو توجیه کنیم.
شرط می‌بندم نسل‌های آینده کارکرد شهود رو درک می‌کنن، اما کمبود اطلاعات فعلی ما مانع استفاده کردن از شهود نمیشه. فیزیکدان بزرگ نسیم حرمین به سادگی گفت که معنویت همون فیزیکه که هنوز معادله‌ای براش پیدا نکردیم. اگه در صحت شهود شک دارید به این گفته توجه کنید. حالا میخوام یکی از قدرتمندترین ابزارهای دسترسی به شهود، یعنی تکنیک صفحه نمایش ذهنی رو یادتون بدم. اما اول میخوام اصطلاحات مهم این تمرین رو براتون جا بندازم. مطابق گفته های خوزه سیلوا، وقتی چیزی رو خلق می کنید از تخیلتون استفاده می کنید. وقتی خونه رویایی یا شغل رویایی خودتون رو تجسم می کنید به اون تخیل میگن. اما وقتی اطلاعاتی رو دریافت می کنید به اون تجسم میگن. وقتی قراره با تجسم کردن فردی رو درمان کنید، اون فرد رو به علاوه اطلاعات شهودی که ازش دریافت می کنید میتونید ببینید. مثلا اگه اون فرد دچار افسردگی باشه، شهودتون ممکنه افسردگی رو با نشون دادن ابرای تیره بالای سرش به شما الهام کنه و این تجسمه. پس تجسم دریافت کردن اطلاعاته، درست مثل گوش برای شنیدن. اما تخیل بیرون میاد، مثل دهان که برای ادای کلمات استفاده میشه. پس ما میتونیم از تجسم کردن برای دریافت و از تخیل کردن برای ارسال اطلاعات استفاده کنیم و ما برای این کار از متد و چارچوبی به نام صفحه نمایش ذهنی استفاده میکنیم. پس تکنیک صفحه نمایش ذهنی در مورد نحوه تجسم و تخیله. یادتون میدم با کمک تکنیک صفحه نمایش ذهنی در سطوح ذهنی آلفا و تتا از قدرت شهود استفاده کنید و اما تکنیک صفحه نمایش ذهنی. میخوام روبروتون یه صفحه نمایش خیلی بزرگ تصور کنید. مطابق توصیه سیلوا، این صفحه نمایش غول‌پیکر باید هر اندازه‌ای که میتونید تصور کنید بزرگ باشه و حداقل در فاصله حدوداً 2 متریتون باشه. دقت کنید در فاصله حدوداً 2 متری. خب حالا میتونید صفحه رو ببینید. و اما بخش دوم کار که خوزه در موردش خیلی دقیق بود. این صفحه تلویزیون غول‌پیکر باید 20 درجه بالاتر از خط افق باشه. وقتی 20 درجه بالاتر از خط افق رو نگاه کنید، کره چشمتون خیلی کم رو به بالا حرکت میکنه. مطابق مطالعات اگه در حالی که چشمتون بسته است 20 درجه بالاتر از خط افق نگاه کنید، ذهنتون به سطح آلفا میره و خیلی راحت ریلکس میشید. پس یادتون باشه این صفحه نمایش غول‌پیکر باید حداقل 2 متر جلوتر از شما و 20 درجه بالاتر از خط افق باشه. اینطوری میتونید اطلاعاتی رو برای تجسم کردن دریافت کرده و به کمک تخیل ارسالشون کنید. قراره که در این تمرین ساده راهنماییتون کنم. یک مراقبه خیلی سریع انجام میدیم. خیلی سریع با شمارش معکوس 3 تا 1 ریلکستون میکنم و از شما میخوام صفحه نمایش ذهنیتون رو ببینید و روی این صفحه نمایش ذهنی هدفی که براتون مهمه و میخواید بهش برسید و در زمانی حدود 1 تا 3 دقیقه ببینید. پس اول به هدفی که میخواید ببینیدش فکر کنید. شاید هدف مربوط به روابطتون باشه و خواهان رابطه‌ای باور نکردنی باشید که به اوج برسونتتون. شاید خونه‌ای جدید بخواید. شاید هدف مربوط به حرفتون باشه. حالا که هدفتون رو انتخاب کردید، اون هدف رو در 3 سال آینده ببینید. انجام این کار دلیل داره. بیل گیتس بارها گفته ما کارهایی که میتونیم در 1 سال آینده انجام بدیم و بیش از اندازه دست بالا و کارهایی که میتونیم در 3 سال آینده انجام بدیم و بیش از اندازه دست کم بگیریم. پس هدفتون رو در 3 سال بعد در نظر بگیرید و کمی بزرگش کنید. رابطه که مد نظرتون، شغل مورد علاقتون، خونه رویایی که میخواید چطور به نظر باید برسه، اونو در صفحه نمایش ذهنی و تخیلتون بسازیدش. برای انتخاب کردن هدف و تجسم کردنش 1 دقیقه بهتون زمان میدم. فوق‌العاده است. حالا میدونید قراره روی چه چیزی تمرکز کنید.
یادتون باشه قرار خیلی ساده تکنیک صفحه نمایش ذهنی رو یاد بگیرید. اهدافمون رو برای 3 سال بعد در نظر میگیریم. در چند روز آینده این تکنیک رو به مرور اصلاح کرده و بهتر و بهترش میکنیم. در ادامه تکنیک 3 صحنه رو یاد میگیریم که مدل پیشرفته تکنیک صفحه نمایش ذهنیه که امروز بهش میپردازیم. اجازه بدید با کمک محرک 321 به سطح آلفای ذهنی ببرمتون. در این سطح چیزی که میخواید تجسم کرده و روی صفحه نمایش ذهنی میبینیدش. تکنیک وضوح تصاویر رو یادتون میدم تا تجسمتون دقیق‌تر و واقعی‌تر بشه. این تکنیک خیلی ساده است و خیلی زود یادش میگیرید. بعد از 1 تا 5 میشواره ما بیدارتون میکنم. کل این پروسه تقریباً 7 تا 10 دقیقه زمان میبره. پس بیایید شروع کنیم. تکنیک صفحه نمایش ذهنی. در موقعیت راحت قرار بگیرید. با شمارش معکوس 3 2 1 شروع می‌کنیم. اما این بار نسخه‌ای سریع‌تر از شمارش معکوس پیشین رو داریم. در این تمرین کاری به ریلکسیشن سر تا پا نداریم، چون قبلا به کمک محرک 3 3 3 بدنتون رو ریلکس کردید. واسه شروع آماده اید؟ در یک موقعیت راحت قرار بگیرید. چشمانتون رو ببندید و ریلکس کنید. تو ذهنتون عدد 3 رو 3 مرتبه تصور کنید. 3 3 3. بدنتون رو ریلکس کنید. در ذهنتون عدد 2 رو 3 مرتبه تصور کنید. 2 2 2. ذهنتون رو ریلکس کنید. حالا در ذهنتون عدد 1 رو 3 مرتبه تصور کنید. 1 1 1. حالا در سطح آلفای ذهنی هستید. صفحه ذهنیتون رو روبروتون در فاصله 2 متری و 20 درجه بالاتر از خط افق ببینید. این صفحه باید تا حد ممکن بزرگ و تمام صفحه دیدتون رو بپوشونه. میتونید به شکل یک صفحه تلویزیون غول‌پیکر یا به صورت پرده خیلی بزرگ سینمای مورد علاقتون ببینیدش. هدفیو که برای 3 سال آینده انتخاب کردید تجسم کنید. در این صفحه خودتون و افراد دیگه‌ای که با اونا هستید و ببینید. تا جایی که میتونید به این تصویر رنگ و لعاب بدید. رنگا رو واضح و دقیق کنید. دقیقاً نسبت به این تصویر چه احساسی دارید؟ احساسات درونیتون چیه؟ لذت؟ سعادت؟ شادی یا سرخوشی؟ رنگا رو ببینید. به احساسات و عواطفی که از این تصویر بیرون میاد توجه کنید. اگه در دیدن تصاویر به صورت رنگی مشکلی دارید، از تکنیک ساده و قدرتمند تکنیک وضوح تصاویر استفاده کنید تا براتون واقعی تر و ملموس تر بشن. چیزی رو که میبینید به صورت ذهنی برای خودتون توصیف کنید. با توصیف کردن چیزی که میبینید، تصاویر براتون واضح تر و ملموس تر میشن. اینطوری در مورد تصویر اطلاعات بیشتری به دست میارید و واقعی تر از قبل میشه. با استفاده مداوم و چرخه‌ای این تکنیک، تصاویر واضح‌تر، واقعی‌تر، ملموس‌تر و رنگارنگ‌تر میشن و برای توصیف تصویر اطلاعات بیشتری پیدا میکنید. مثلا اگه خودتون رو در حال روندن ماشین مورد علاقتون میبینید، از خودتون بپرسید فرمونش چه شکلیه؟ جنسش چرمه یا پلاستیک براق مشکی؟ با توصیف کردن، تصویر کم کم براتون واقعی‌تر و ملموس‌تر میشه و میتونید جزئیات بیشتری ازش توصیف کنید و این تکنیک وضوح تصاویره. پس وقتی چیزی رو که در صفحه نمایش ذهنی به صورت ذهنی میبینید توصیف کنید و بعد توصیفات خودتون رو ببینید، تصویر براتون واضح‌تر، ملموس‌تر و رنگارنگ‌تر میشه. لباستون رو توصیف کنید. طرز راه رفتنتون و چیزی که روش راه میرید رو توصیف کنید. افراد دور و برتون رو به صورت ذهنی توصیف کنید. چند دقیقه فرصت میدم تا این کار رو در سکوت انجام بدید. رنگا رو ببینید.
احساساتتون رو حس کنید. اگه تو تجسم کردن مشکل دارید، مشاهداتتون رو توصیف کنید تا براتون واضح و واضح تر بشن. سی ثانیه دیگه بهتون فرصت میدم. شما با موفقیت آینده ایدئالتون رو تجسم کردید. حالا از 1 تا 5 میشمرم. وقتی به شماره 5 رسیدیم، چشماتون کاملا باز، هوشیارید و احساس خوب بودن رو تجربه میکنید. 1 2 3 آماده برای باز کردن چشما. 4 5 چشماتون رو باز کنید. هوشیار رو در سلامت کامل باشید. احساس کنید بهتر از قبل هستید. خب، در این قسمت ابزار ذهنی جدیدی رو به نام تکنیک صفحه نمایش ذهنی یاد گرفتید. تکنیک وضوح تصاویرم برای واضح تر کردن تجسم و تخیل روی صفحه ذهنتون یاد گرفتید. در درس‌های بعدی مجدداً از این ابزار استفاده می‌کنید. متوجه میشید که تکنیک صفحه نمایش ذهنی نه تنها برای دسترسی به شهود، بلکه برای تخیل و تجسم کردن آینده باشکوهتون تا چه اندازه قدرتمنده. فردا می‌بینمتون.